مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن کشتار معشوقه از دست مرد عاشقش در استرافشان خبر داد. این مرد بعد از جانب مادر معشوقش ویران شدن ملاقات عاشقانه آنها دست به جنایت سنگین زده است. بنا به اطلاع این نهاد، ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 25 ساله ساکن شهر استرافشان که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی زندانی شده بود، این دفعه با اتهام صادر نمودن جنایت خیلی وزنین‌تر آدمکشی دستگیر کرده شد. خود دستگیر شده و یا نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی وزارت کارهای داخلی گفت این جوان شب 4 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه برای انجام دادن مناسبت‌های عاشقانه‌اش به خانه استقامتی دوست داشته‌اش زن 27 ساله ساکن شهر مذکور آمده است. از این حالت مادر 47 ساله جوانزن درک یافته کارد در دست از حجره خود میبراید و با مقصد از خانه استقامتیش راندن عاشق دخترش او را با کارد تهدید کرده است. در این لابلا بین آنها بحث و مناقشه سر زده، گمان برشونده کارد را از دست جبر دیده کشیده گرفته است و با مقصد قصدن از حیات محروم ساختن زن 27 ساله را 3 مرتبه و مادرش را 1 مرتبه به اعضای بدنش کارد زده است. در نتیجه زن دوست داشته این جوان از جراحت جسمانی برداشته‌اش در بیمارخانه به هلاکت رسیده و مادرش جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. وزارت کارهای داخلی گفت نسبت به گمان برشونده با ماده 104 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام آدمکشی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به او بر اساس این بند قانون از 15 تا 25 سال زندان یا حبس عمرباد تهدید می‌کند.